سلام دوستای من، به کانال فیلمخوارا خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو اومدم 5 تا سریال امتیاز بالا تا سال 2025 رو به شما معرفی کنم. آقای وایت، متوجه حرفای من شدین؟ بله، سرطان ریه غیر قابل جراحی و بتونیم شریک هم بشیم. تو کار کاسبی بلدی و منم شیمی رو. تو بخوای پخت پس کنی؟ برینگ بد یک سریال آمریکایی با امتیاز 9.5 هست. در مورد والتر، یک معلم شیمی دبیرستانه که مبتلا به سرطان میشه. از اون رو میاره به تولید متامفتامین. سریال به پایان رسیده و میتونید تمام قسمت‌هاشو به راحتی پیدا کنید. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. As was I. You never worry. You were never afraid. There's nothing to be afraid of. Choosing your opponents wisely. I have a knack for it. Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترون یک سریال فانتزی و حماسیه و در مورد خاندان‌های مختلف برای رسیدن به تاج و تخت آهنیه. این سریال هم به پایان رسیده و تمام فصل‌هاش هم موجوده. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? Then, what happened after? چرنوبیل یک مینی سریال با امتیاز بسیار بالا که در مورد فاجعه هسته‌ای در شهر چرنوبیل روسیه است و تلاش‌ها برای پاکسازی شهر روایتیه که توی این فیلم شما می‌بینید. بسیار سریال جذابیه و هر قسمتش واقعا شما جذب سریال میشید. Un atraco singular. Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. سرقت پول در مورد یک گروه سارق به رهبری فردی بسیار باهوش به نام پروفسور. این گروه برای سرقت از خزانه سلطنتی و بانک اسپانیا وارد ماجراهای بسیار هیجان انگیزی میشن. What is it? Something's different. The children, they have the ability to see. They will bring knowledge. They will begin a new world. و اما سریال آخر، سریال سی یا دیدن، یک سریال آمریکایی بازی و نقش‌آفرینی جیسون موموا. سریال علمی تخیلی و پس و آخر زمانی که در این فیلم سال‌هاست که مردم زمین قدرت بینایی خودشون رو از دست دادن و در حال زندگی کردنن و در این بین یک زنی یک دوقلوی بینا رو به دنیا میاره. این سریال هم در 3 فصل به پایان رسیده. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شما کدوم یکی از سریال ها رو دیدین؟ حتما برای من نظر خودتون رو کامنت کنین.